این سیاهی هایی که کف پا میبینید خب از حنا نیست، علت داره. لایک کن تا بهت بگم. اگر توی پات خستگی داری، احساس پادرد داری، داغی کف پا داری، حنا که بذاری سودای پات اینجوری میزنه بیرون. اینو بهش میگن تجمع سودا که به این صورت با حنا میزنه بیرون که بعد بری سریع پاکسازی کنی و بعد مصفی خون بخوری، حجامت بکنی و پیگیرش بشی تا این مشکل سودات رو برطرف بکنی. برای برطرف کردن سودا از بدن و پاکسازی سموم بعد از مصفی خون استفاده کنی، از دمنوش 40 گیاه استفاده کنی، عرق کاسنی شاتره و عرق 18 گیاه. اینا باعث میشه که سودای بدنت رو پاکسازی بکنه و سمزدایی خوبی بکنه. برای تهیه این محصولات که اصلیشو بتونید تهیه کنید، داخل دایرکت به من پیام بدید تا بتونم این محصولات رو به دست شما برسونم. اگر از این ویدیو خوشت اومد، واسه دوستانی که مشکلات سودا دارن توی بدنشون، حتما این ویدیو رو بفرست و مثل همیشه حمایت کن. 3 تا قلب قرمز رو برای من بذار.